دوست داری یک نفر رو بکشی؟ البته این کارا رو نکنا، ولی من یک راه تضمینی 100% دارم که میتونی یه آدم رو بکشی. برای که یه آدم رو نابودش بکنی جوری که دیگه نتونه از جاش بلند شه ها، اول از همه برو خیلی بهش محبت کن، شادی براش بیار، سنگ صبورش بشو، یک دفعه خیلی براش وقت بذار، به هر بهانه غافلگیرش بکن. زمانی که دیگه غیر از تو کسی رو نداره یا غیر از تو دیگه کسی رو نمیبینه ها، یک دفعه رهاش کن. در بدترین شرایط زندگیش وقتی قرار گرفته برو و البته هیچ دلیلی هم نیار و براش خیلی متمدنانه آرزوی خوشبختی بکن و بگو خب خیلی خوش گذشت، ما دیگه رفتیم. شک نکن که اون آدم میمیره و دیگه نمیتونه اون آدم سابق باشه. ببینم راست و حسینی بگو که تا حالا با کسی این کارو کردی یا کس با تو این کارو کرده یا نه. برام بنویس لطفاً.